سلام، این هفته در آفساید جدیدترین تولید سینمای ولایت، ماجرای نیمروز. نوشتش تمام شد، ببینش انفرادی. یک تریلر سیاسی با یه مقدار سس ولایی و یه مقدار ادویه از اطلاعات و سپاه و بسیج. فیلمی که به عنوان بهترین فیلم جشنواره‌شون هم انتخابش کردند و اینقدر تبلیغات و هیاهو دربارش کردند که خود کارگردان فیلم هم توهم برش داشت و فکر کرد راستی ممکنه تو اسکار هم راش بدن. فکر می‌کنم این فیلم حتی ارزش رو اونو داره که امسال یا سال جدیدی که میاد به عنوان فیلم سینمای ایران تو بخش اسکار حداقل طرف سینمای ایران معرفی بشه. دستم نکنم حتی این کارو بکنن که توی بخشی که مرتبط هست این کار انجام شه. الان نظر خودتون در مورد اتفاق نظرتون میشه اتفاق بیفته که بالاخره حالا قدم اول یعنی فعلا خوبی ماجرا که آقای فرهادی فیلم نداره امسال و ممکنه این اتفاق بیفته. خدا رو چه دیدی. اول ببینیم که این فیلم که براشون اینقدر مهمه درباره کدوم اتفاقات تاریخیه. اتفاقات مهم تاریخی مثل انفجار سال 60 در هفتم تیر، انفجار 8 شهریور و در نهایت دستگیری موسی خیابانی رو به عنوان 3 نقطه عطف اصلی فیلم مطرح میکنه و نقطه تمرکز و نقطه ثقل داستان حملات تروریستی سازمان مجاهدین علیه نیروهای انقلابی توی همون تابستان، تقریبا تو همون بازه 3 ماهه تابستون سال 60 هستیم. بله، پس معلوم میشه که موضوع فیلم درباره مجاهدینه. دقت کنید، مجاهدین و نه منافقین. یعنی خودشون هم فهمیدن که استفاده از کلمه منافقین دیگه بردی نداره و هر کس که میخواد حرفش مخاطب داشته باشه از همون اسم مجاهدین استفاده میکنه. مجاهدین هستش و سازمان مجاهدین خلق. سوال اول اینه که چرا در این مقطع زمانی درباره مجاهدین فیلم ساختند؟ پرداختن به موضوعی که الان نیاز جامعه خیلی هممون نیاز داشتیم به موضوعی که پرداخته بشه بهش. بله، پس موضوع مجاهدین موضوعیه که توی جامعه نیاز هست که بهش پرداخته بشه. ولی اینکه چی شده یا چه اتفاقی افتاده و چرا باید به این موضوع پرداخته بشه رو ما نمیدونیم. ولی این رو میدونیم که ظرف همین 2 سال گذشته حداقل 3 تا فیلم بلند درباره مجاهدین ساختن و تقریبا توی هر جشنواره یه فیلم سفارشی درباره مجاهدین حضور داره. با این حال موضوع مجاهدین خلق موضوعیه که همچنان باید در حاله از ابهام بمونه و کسی نباید اونها رو بشناسه. داره دست گذاشته روی یک چیزی که نسل امروز نمیشناسن، یعنی داستان سازمان مجاهدین و این طرف برای بچه‌های اینور. اساسا داره با اینور کار میکنه توی نشون دادن اونور، یعنی مجاهدین در واقع چیزی نشون نمیده. یعنی ما از 2 سر دعوا یه سر رو اینطوری میبینیم و سر دوم رو فقط از بیرون شنیدیم. موسی خیابانی، مسعود رجوی، اینجا اشکال پیدا میشه دیگه. یعنی وقتی تو یه سر دعوات غایبه و لانگه مخاطب نمیتونه با فرض اینکه این بخش از تاریخ ایرانه و من میدونم حالا این درگیری رو ببینم. به نظر میاد که فیلم رو درباره مجاهدین ساختند، خیلی هم پوز دارن میدن که عین واقعیته. ولی اشکالی که این وسط پیدا میشه اینه که در مورد خود سوژه فیلم یعنی مجاهدین هیچ موضوعی باز نمیشه. اون بخشیش که راجب مجاهدین هستش و تضاد و برخوردی که بین مجاهدین و نظام جمهوری اسلامی ایران به وجود میاد، راجب اون بخش که اصلا دیگه هولناک بود، وحشتناک بود، برای اینکه مطلقاً به شما نمیگه که چرا این اتفاقات داره میفته، فقط میگه اینا رفتن ترور کردن. یعنی نگاه شما این هستش که آقا اینا یه مش آدمای سادیست مجاهدین، اینا یه مش آدمای روانی هستن که همین به صورت کور دارن ترور میکنن، بقالو میزنن، عطار رو میزنن، روحانی رو میزنن، بسیجی رو میزنن. اینا فیلم به شما اصلا کمکی نمیکنه که شما یک مقداری، یه
5% دیدگاهی 10% نسبت به اون دوره به دست بیاره. آفرین اون دوره به درد که آقا ریشه این تضاد در کجا هست؟ یعنی شما فکر می‌کنید که فیلم آگاهی تاریخی اساسا در بیننده‌اش ایجاد اصلا و نمی‌کنه؟ ابدا هیچ جور. من از جناب عالی سوال میکنم که اون چیزی که باعث میشه شما یه آگاهی پیدا کنی از اون بخش از تاریخ ایران کجای فیلم بوده؟ هیچ جای فیلم نبوده. ما اصلا نمیتونیم بفهمیم که آقا اینا چرا دارن مبارزه میکنن، اینا چرا دارن شلیک میکنن، اینا چرا دارن منفجر میکنن، دنبال چی هستن. یعنی با یه علامت سوال بزرگ شما از بعد از 90 دقیقه که بله فیلم تموم میشه بله میای بیرون بدون اینکه اصلا، یعنی اگه این نفر از شما سوال بکنه که چرا مجاهدین ترور میکردن، شما یه کلام هیچی نمیتونی بگی واسه چی ترور میکردن. فقط تنها چیزی که مونږ بگی اینا مثلا مزدور بودن، خائن بودن، نوکر آمریکا بودن، آمریکا بهشون میگفت این کارا رو بکنیم، اونا میکردن. همون داستانی که در مورد مجاهدین 37 ساله داریم میگیم. خب پس درباره واقعیت‌های مجاهدین که چیزی نشون نمیده، فقط همون تصویر کلیشه‌ای حکومت پسند رو تکرار کرده. حالا ببینیم در مورد اون طرف، یعنی همون پاسدارا و کمیته چیا و اطلاعاتی ها چه تصویری ارائه میده. به نظر میسه خیلی فضای خشنی نیست. اونا مرتب دارن بمب میذارن و این بچه‌ها در مواجهه با اونا تو زندان، تو بازجویی‌ها خیلی خود دارن. حالا بعضیشون زیاد خود دارن، اونایی هم که خوددار نیستن خود دارن. این کمی با واقعیت تطبیق نمیکنه و این خودداری ما رو اون زمان نیست. اما مشکل فیلم ماجرای نیمروز فقط توی بازجویی‌هاش نیست. ظاهراً صحنه‌های اکشنش هم اشکال جدی داره. ما از وسط‌های فیلم میشنویم و اگرم دانشی از بیرون داشته باشیم میدونیم که موسی خیابانی آدم گنده این سازمان بعد از رجوی موسی خیابانیه. وقتی اون میره این میمونه و کلیش تو داری سازماندهی میکنی که خونه زعفرانیه که این توشه بگیرین. پس تو باید تو این سکانس یه خونه تیمی مجاهدین که الان رهبرم توشه، رهبر داخلیشون توشه، این نشون بدی. نشون نمیدی، یعنی جغرافیای خونه در نمیاد. نمیفهمیم سر خونه کجاست، تهش کجاست، پشتبونش کجاست و چجوری میشه توش نفوذ کرد. جغرافیا در نمیاد. وقتی جغرافیا در نمیاد تو بسنده میکنی به این نارنجکی که از زیر در میندازی دختره میفته. خیلی بده این اجرا. یا وقتی که خیابانی تیر میخوره مثل یه مجاهد سمپات، نه یه مجاهد درجه یک، اون یارو میاد نشونش میده، میگه این موسی خیابانی ها، این که این وسط افتاده سیبیلوه. این اجرا بعد حالا با همه این سکانس های بد و ضعیف و مصنوعی این فیلم رو بردن توی جشنواره که هر طور شده مطرحش کنن. بعد هیئت داورانشون اومد کاندیدا رو اعلام کرد. از 18 رشته این فیلم رو فقط توی 8 رشته نامزد کرد. همین شد دوباره موضوع دعوا و جنجال که چرا این رو توی هر 18 رشته نامزد نکردی؟ یعنی خود این بسیجیایی که این فیلم رو ساخته بودن فکر میکردن الان ارباب حلقا درست کردن. به خاطر همین کل جشنواره رو بردن زیر علامت سوال. در این 30 و اندی سال اولین باره که تق داوری و کاندیداها و جوایز در اومده. بعد جونیم طرف. و دیگه بحث هم سلیقه‌ای نیست. وقتی طرف برمیگردیم که فیلم هم موسیقی نداره، چرا کاندیدا شده، دیگه بحث سلیقه‌ای نیست. علی معلم نه معذرت میخوام. بدتر از این داریم. یکی از این فیلم‌ها گفته من کاندیدای اسپشیال افکت میدانی شدم. بله من پرسیدم. 2 تا بارون دارم. 2 تا نما دارم که توش بارون میاد. کاری نکردم. بله. ولی من پرسیدم گفتن این فیلم جلوه ویژه میدانی چی بود؟ گفتن یه دودی داشت. باز اینجا هم اگر از دعواهای حاشیه‌ای بگذریم، دعوای اصلی باز بر سر فیلم در مورد مجاهدینه. میگن داورا از ترس مجاهدین جرئت نکردن فیلم ماجرای نیمروز رو برای جایزه‌های بیشتر کاندید کنن. اصلا تو که وقتی گفتی بعضیاشون خارجن ایران نبودن، آدم واقعا با این شکل کوششی که برای ندیده گرفته شدن رشته‌های اصلی مثل فیلم برداری، مثل فیلمنامه، مثل چهره پردازی در مورد ماجرای نیمروز شده و بوش میاد که میخوان فیلمو تخفیف بدن، ندیده بگیرن یا کم اهمیت تلقی بکنن، آدم فکر میکنه بعضی از اینا بالاخره تو خارج دارن زندگی میکنن و میترسن. یعنی اونجا بالاخره منافقین حضور دارن. نه اصلا حرف چیزی نیست.
ببین مجاهدین کیان که داور جشنواره قراره بترسه که به فیلم ضد مجاهدین بیشتر جایزه بده تا بعداً براش دردسر درست نشه. حالا فردای همین برنامه رئیس هیئت داوران رو آوردن که جواب بده، ولی بحث درباره قدرت مجاهدین بیشتر هم میخوره. تو خود کلاس من آمدن کلاس رو تعطیل کردن، چند دفعه دم در کلاس بودن، بعد یه دفعه اصلا اومدن توی کلاس رو سعی کردن تعطیل بکنن. شما خیلی ترسیدید. همه بله من خیلی ترسیدم. بله من خیلی ترسیدم. شما اگه فکر میکنید که اون 5 تا داور شما خیلی از من شجاع‌ترن، شما اشتباه میکنید. مواقعی پیش می اومد که مرکز منافقین کجاست در دنیا؟ من نمیدونم کجاست. من دارم درباره تجربه شخصی خودم درباره کانادا تکمیل کنم فرمایش شما رو. ببینید چون کانادا که خیلی کمن، ولی مرکز منافقین در فرانسه است. چون میدونید که رهبرشون در فرانسه است و اصلا یک منطقه‌ای دارن که مال اینهاست. و من در فرانسه چند سال دانشجو بودم و در دانشگاه بودم، رئیس انجمن‌های اسلامی بودم، اتحادیه انجمن‌های اسلامی. ببینید هیچ کس از اونها نمی‌ترسه. من تجربه کانادا دارم در کانادایی که اصلا نیستن. ببینید من تجربه شما اصرار دارین بگین من ترسو هستم و منافقین به نظرم رو باور. نه شما میگین. من گفتم که بله راست شما میگم خیلی شما ترسو هستید. بله. چون در کانادایی که منافقین هیچی نیستن، اینقدر شما رو ترسوندن. عیبی نداره. شما خیلی شجاع هستید. من خیلی هفت با آدم شجاع‌تر هستم. عیبی نداره. باشه من خیلی شجاع، من خیلی ترسو هستم. شما خیلی شجاع هستید. آیا شما اینو فشار نمیدونید که بیایید شما به اهالی به هر حال اعضای هیئت داوران بگید که شما اگر چنانچه این فیلم به خصوص رو که ببینین اگر بهش رأی ندید پس شما طرفدار منافقینید. بالاخره در نتیجه همه این جار و جنجال ها و احتمالاً یه سری فشارها از طرف بیت عظما و وزارت و سپاه و اینا، توی روز اهدای جوایز 2 تا عنوان دیگه هم برای این فیلم جور میکنن و به عنوان بهترین فیلم جشنواره بهش جایزه میدن. سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی تقدیم می شود به سید محمود رضوی برای فیلم ماجرای نیمروز. رفتن آقای رضوی رو از دم در آوردن. حالا این تهیه کننده هم برای اینکه نشون بده که تو خوشخدمتی به ولایت چیزی کم نمیذاره، موقعی اومدن روی سن دختر کوچیکش رو با چادر سیاه همراه خودش آورد که بگه خلاصه از اون تیپ‌های کلیشه‌ای بسیجی ولایت مداره. آقای رضوی آره بغل کنیم این دفعه. به افتخارشون. با وجود همه این هیاهو و سوتی‌ها، در نهایت بیشتر اثبات شد که این فیلم یک فیلم حکومتی و سفارشی بوده، طوری که در درون خود نظام هم علنا به این موضوع اشاره کردند. حکومت جمهوری اسلامی ایران یک چون یه حکومت ایدئولوژیک هست نسبت به انسان، نسبت به جامعه، نسبت به طبیعت، نسبت به هستی و نسبت به تاریخ یک دیدگاه و تفکر خیلی مشخصی داره، آنکادره‌ای داره. بنابراین وقتی که شما میخواید فیلم بسازید، فیلم شما لامحاله باید اون چیزی رو منعکس بکنه که حکومت جمهوری اسلامی ایران بهش باور داره. اون وقت اگر اینو نخواید شما منعکس بکنید، عرض کردم با انواع اقسام مشکلات مواجه میشید. این فیلم یه فیلم حکومتی بود. حالا یکی از نهادهای وابسته به حکومت اینو ساخته بود که بگه که مثلا مجاهدین آدمایی بودن که مثل آب خوردن آدم میکشتن، ولی خب کسانی که داشتن با اینا مبارزه میکردن عواطف انسانی داشتن. اون رحیم فرمانده سپاه و نمیدونم اینها، اونا یه مقداری رحم سرشون میشد، یه مقداری احساس داشتن اینها که خب بله خب در برابر ترورایی که اونا کردن، بمبگذاریایی که کردن، ما مثل شن اعدام کردیم توی زندان اوین، بعدم که اون اعدامای سال 67 به وجود آمد اینا. یعنی جنگی بوده که دو طرف چیز بودن. نمیتونید شما بگی که اونور سفید بود، فرشته بود، خوب بود، اینور سیاه بود، اهریمن بود. اینا هیچ آگاهی تاریخی به شما نمیده، در حالی که خب آدم انتظار داره فیلمی که حالا من که سررشته از این چیزا ندارم، ولی فکر می‌کنم میلیاردها تومان خرج این فیلم شده بود. حالا نمیدونم کی داده بود، بالاخره مالیاتی که خصوصی بود و البته چند تا ارگان هم کمک کرد. خصوصی که شوخی میکنین شما، مزاح میکنین، ولی من دادم، مالیات من هستش که خرج ساختن فیلم ماجرای نیمروز شده و من
شرعاً اخلاقاً هیچ جور من سر پل سرات جلوشون میگیرم میگم واسه چی پولو برداشتین حروم کردین. این که میگه شوخی میکنی که فیلم خصوصی بوده خیلی درست میگه، چون شما اگر فقط به ارگان هایی که در انتهای تیزر فیلم اسمشون درج شده نگاه کنید، اصلا خودش نوشته فیلم محصول مؤسسه سینمایی سیمای مهر که یکی از ارگان های وابسته به سپاه و بسیجه و مشارکت سازمان سینمایی حوزه هنری انقلاب اسلامی که دیگه اسمش روشه و بنیاد سینمایی فارابی که از ارگان‌های وابسته به وزارت ارشاده. پس همونطور که گفت خصوصی بودن فیلم کاملا شوخیه. حالا از روی این فیلم که بهترین فیلم سینمای حکومتی بوده میشه وضعیت کل سینماشون که بهترین هاش رو میارن توی این جشنواره حدس زد. تو این جشنواره تعداد فیلم‌های بد، تعداد فیلم‌های توهین‌آمیز، تعداد فیلم‌های نابلد و مبتذل آخرش رکورد داره. یعنی سینما ایران واقعا در این شرایط استیصال و حتی اضمحلال که با این فیلم ها که 1.5 ممکنه بفروشن، بقیه واقعا غیر قابله. چی کار دارن میکنه این سینما؟ بله، کلام آخر فقط این که اومدن مثل هر سال یه فیلم درست کنن علیه مجاهدین و با زور تبلیغات رفتن پشتش تا یه جوری به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینما غالبش کنن، ولی در نهایت هم دعوای باندهای خود نظام تشدید شد، هم کل جشنواره‌شون رفت زیر علامت سوال و هم باز مجاهدین توی جامعه مطرح شدند و اذهان رو نسبت به مجاهدین کنجکاو کردند که واقعیت مجاهدین چی بود که توی این فیلم نشون ندادند. شب و روزگار خوش.